قسم یکم از خاطرتان نرفته باشد از طریق علم و مکاشفات بود. یا در یک آیت، در یک حدیث الله تعالی یک فهم عجیب میدهد به یک بنده. فهم کشایش که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که در همین قلعه دمشق وقتی که آخرین مراتب زندان شدن، یک نوع الله تعالی برای ما از خیله های علم و نوع های علم کشایش های داد که گفتند بسیار از علما این خیل کشایش تمنا میکردند. اگر این گپا دروغ باشد مرحمت کتاب‌های شیخ الاسلام ایستاده است. خواند سخن‌هایی که شیخ الاسلام گفتند، سخن‌های شخصی خودشان، به سخن‌های دیگر عالما تقاس کنید که کی گفته است در زمانهای پیشین این خیل گپه. هیچ کسی نگفته است. سخن‌های دارند که خاص سخن خودشان است، استنباط خاص است. این کشایش الله تعالی است.